این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این دیده ها گریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. ما را غضب کرده خدا، ما را غضب کرده خدا، از دوستان خود جدا، هستیم غریب و بینوا از دست کی؟ از دست مرگ. در دشت ها آواره ام، در دشت ها آواره ام، چون غنچه صد پاره ام، خود بنده بیچاره ام از دست کی؟ از دست مرگ. من زهرها نوشیده ام، من زهرها نوشیده ام، چشم از همه پوشیده ام، زهراب غم نوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. گلگون قبا پوشیده ام، گلگون قبا پوشیده ام، سر در کفن پیچیده ام، دریا صفت جوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. هر دم ز من فریادها، هر دم ز من فریادها، فردا بگویم دادها، من می روم از یادها از دست کی؟ از دست مرگ. مسکین سخن کوتاه کن، مسکین سخن کوتاه کن، برخیز و عزم راه کن، یا شکوه بر الله کن از دست کی؟ از دست مرگ. از دست کی؟ از دست مرگ. بود تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. وقتی رفتن حبیب آزاده، امتی 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 گفته گفته جان داده. روزی رستاخیز شود آغاز، امتی امتی گفته گفته خیزد باز. وقتی رفتن سختی جان دید، گفت ای پروردگار عرشی مجید، سختی جان این چونین باشد، امتانم مطیق این باشد. سختی جان امتان من، بدهی جمله را به جان من. نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چونین دستگیر. نماند به عصیان کسی در گرو، که دارد چونین سیدی پیش رو. شیطان که رانده گشت و جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز، شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. بگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در راه طاعت بکوشم. اینا نگو تو برای چی؟ با بوی پیری چندین نوجوانی، برفت به توبه از این دار فانی. زیرا که بسیاری جوانهایی بود که غافل بودند، به عقل بودند. اونا تکیه کردن که خیلی پیر کشیدن، از قابلیت کار دارم، دوادو میکنم، کار دنیا را انجام که دادم، بعد پیر کشیدم، از همه که ماندم خدا را عبادت میکنم. لیکن حضرت گفتن با بوی پیری چندین نوجوانی، برفت به توبه از این دار فانی. لیکن با پیری نارسیده و
توبه پیری را نکرده که در جوانی چکار کرد؟ سفر کرد، رفت بر جای رفت که دیگر در اونجا این کار دنیای تو دیگر سبب نمی شود. در اونجا جایی هست که دیگر برای تو خجالتی تو دیگر هیچ معنی ندارد. آدم پشیمانیش در همین دنیاست. پشیمانی را در همین دنیا بکن، در اونجا دیگر پشیمانی سود ندارد، فایده ندارد. همنشینان تو در زیر لحد خاک شدن، چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی. از جامی میگد رفتم در سر قبر یک برادر پرسیدمش که احوال چی است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی. گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی. احوال مرا چی میپرسی؟ گفت هر وقتایی که خانه دا داخل شو میفهمی که در این خانه چی گپ است. جامعه واقفی دم باش، عزیزان رفتن، ترک دنیا بکن آخر که تو هم مهمانی. رود مؤمن از این دنیای پرشور، رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوتخانه گور. با او قرآن به هم آنجا در آید، به تاک جانبی سر می براید. در آید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش.